سلام، امروز طرز تهیه نرگسی اسفناج رو داریم. نرگسی اسفناج یه غذای خیلی سالم و مقوی و خوشمزه است که خیلی هم سریع آماده میشه. همونجوری که میدونین اسفناج خیلی آهن زیادی داره، خیلی مقویه، خاصیت ضد سرطانی داره، برای کم کردن وزن و لاغر کردن استفاده میشه و برای درمان روماتیسم هم استفاده میشه. خب موادی که احتیاج داریم حدوداً 350 گرم اسفناجه که حالا بعدش میگم چجوری شستم. 4 تا تخم مرغ احتیاج داریم، یه دونه پیاز احتیاج داریم و یه دونه فلفل دلمه یا فلفل سبز احتیاج داریم. خب برای شروع کار اسفناج رو اول باید بشورم. برای اینکه برای شستن اسفناج من خب این بسته رو از بازار خریدم. فقط این تهش رو میگیرم چون ساقش هم خوشمزه میکنه. فقط این تهش رو با دست خورد میکنم، میندازم بیرون، میذارم توی یک ظرفی. حالا چون این مقدار زیاد بود من توی 2 تا ظرف گذاشتم. روش آب گذاشتم که یه 10 دقیقه 15 دقیقه بمونه تا اون گلش ته‌نشین بشه. 3 بار آبش رو عوض کردم تا که کامل تمیز بشه. بعد از اینکه حالا این مدت زمان گذشت میذاریم توی آبکش و یه آبم روش میگیریم که کامل گلاش بره. خب برای شروع کار اسفناجی که شستیم برمیداریم تو دستمون میگیریم. خیلی لازم نیستش که کوچیک و ریز بکنیم. اینا رو مثلا به 2 قسمت یا 3 قسمت تقسیم میکنیم. همینجوری با دست خورد میکنیم. خیلی راحت هم خورد میشه. میذاریم توی قابلمه حالا استی یا حالا هر قابلمه‌ای که داریم. خب اینا رو خورد کردیم، گذاشتیم توی قابلمه. زیر قابلمه رو روشن میکنم، خیلی زیرش رو کم میکنم و در قابلمه رو میبندم. آب بهش اضافه نمیکنم چون اسفناج خودش آب میندازه موقع پختن. زیرش رو کم میکنم، میذارم تا 15 دقیقه بپزه با در بسته. وسطش هم باز نگاه میکنیم که آبش تمام نشه که بسوزه. خب الان 1 رو 20 دقیقه گذشته. ببینیم اسفناج در چه حاله. خب پخته. اینو میذاریم یه کمی همینجوری با در باز 1-2 دقیقه بمونه تا که آبش کلا تبخیر بشه. منم زیاد آب ننداخته هنوز. آب نداره الان. بعد توی یه مایتابه‌ای که حالا در داره روغن میذارم تا که این گرم بشه. اینا رو هم جابجا میکنم که حالا بهتر توی فیلم بیفته. بعد از اینکه روغن داغ شد، پیازی که خورد کردم بهش اضافه میکنم، تفت میدم تا که طلایی بشه. بعدش هم زردچوبه رو اضافه میکنم. من حالا چون که از پیازهای آماده استفاده میکنم دیگه این مرحله ندارم، یعنی کارم خیلی راحت تر شده. بعد از اینکه روغن داغ شد این اسفناجا رو بهش اضافه میکنم، یه تفت میدم. بعد از 1-2 دقیقه این پیازهای آماده رو اضافه میکنم. بعد فلفل دلمه یا فلفل سبزی که حالا خرد کردم بهش اضافه میکنم و بعدش هم تخم مرغ رو حالا بهتون میگم که چجوری باید اضافه بکنیم. خب الان روغن داغ شده، این هم آبش تبخیر شده. اسفناجا رو به روغنم اضافه میکنم. اسفناج خیلی نیازی نیستش بپزین، یعنی همون 1 رو 20 دقیقه براش کافیه. اگه هر چقدر بیشتر بمونه بعدش دیگه نیترات جذب میکنه، نیتراتش بیشتر میشه. بعد از اینکه 1-2 دقیقه اینو تفت دادیم پیازا رو بهش اضافه میکنم.
اگر از پیاز آماده استفاده نمی‌کنید اول شما باید پیاز رو بزنید، بعد از اینکه حالا طلاییش و زردچوبه زدین بعدش اسفناج رو اضافه بکنید. نرگسی اسفناج رو به روش‌های مختلف میشه درست کرد. این روشی که میگم بهتون یعنی من خوشمزه ترین نرگسی اسفناج که تا حالا خوردم این روش بوده. برای بعضیا تخم مرغ رو همینجوری درسته اضافه میکنن، یعنی تهش بعد از اینکه حالا اسفناجا پختش دو سه تا همینجوری تخم مرغ روش میشکنن و همینجوری هستش، یعنی برای ظاهرش میگن خوشگل تره. ولی اینی که میگم اینی هم فلفل دلمه استفاده بکنید. همین که این تخم مرغ رو قبلش هم بزنید، با هم یه دست بکنید، بعد نمک و فلفل بهش اضافه کنید بزنید به این، شبیه کوکو نرگسی، کوکو اسفناج میشه. به نظر من هم خوشگل تره هم خوشمزه تره. خب این الان کافیه. پیاز رو اضافه میکنم و پیازش هم هر چقدر که بیشتر باشه خوشمزه تر میشه. و فلفل رو بهش اضافه میکنم. میتونین فلفل قرمز هم استفاده بکنین که حالا غذاتون هم یه رنگ دیگه هم داشته باشه، قرمز هم اضافه بشه بهش. خب اینو میذاریم یکم باشه همینجوری روی گاز. حالا توی یه ظرفی 4 تا تخم مرغ من شیکوندم. جوری هم میزنم تا که یک دست بشه. با چنگال بهتر بشه. میتونید تعداد تخم مرغاتون هم یکی اینور اونور بکنید، هم میتونید کمتر استفاده کنید هم بیشتر. 5 تا تخم مرغ هم میتونید استفاده کنید برای این مقدار اسفناج. از اینکه یه دست شد نمک رو بهش اضافه میکنم و فلفل. هم میزنم تا مخلوط بشه و به این موادم اضافه میکنم. اینم یه کوچولوی تفت میدم که نسوزن. حتما سعی میکنم مواد رو یک نواخت پخش کنم. خب بعد این تخم مرغ رو بهش اضافه میکنم. پخش میکنم. و در قابلمه رو میذارم و میبندم، میذارم تا که این تخم مرغا بگیرن، سفت بشن. خب چند دقیقه گذشته، غذامون آماده است. تخم مرغ بسته، غذا حاضره. انشالله که درست کنین بخورین و لذتش رو ببرین. الان پشتش هم برشته شده، شما اگه بخواید دوست داشته باشین روش هم برشته بشه میتونین برگردون توی یه قابلمه دیگه برگردون یا که اینو تیکه تیکه بکنین و مثل کوکو هر کدوم برگردون که این ورش هم برشته بشه. و در هر دو صورت خوشمزه است. ان شاءالله که درست بکنین و لذتش رو ببرین.